داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان تبدیل چهره. یک روز عیسی 3 نفر شبوتی شاگردان یعنی پتروس، یعقوب و آیی به راستای یوحنا را زرد و به کوه بلند سرا شدند تا گویتی همدیگر را دعا کردند. به هنگام دعا و عیسی چهرک چروچه درخشان بود و آیی پوچ آنکه اسپیت بود که به زمین سرا هیچ کسی او نتوانست پوچی را آنکه اسپیت شدی. آنگاه موسی و الیاس ظاهر بودند. یه مردین کسانی هستند که صدها سال پیش شاید روی دادن زندگی شپرد. آوان گو عیسی درباره آیی مرکا که میبایست طبق خدای خواسته و از زودی به اورشلیم تا انجام بید گفتگوش کرد. زمانی که موسی و الیاس گو عیسی مشغول گفتگو هستند، پتروس به عیسی گوشت: چه خوب بود که اما اده هستند. اجازه بده 3 دانک سایبان جور کنند، یکی پته، یکی پموسا، یکی هم په الیاس. پتروس نزاند که چه خبری به وتی زبان سرا یاورته. انگد پتروسی خبر حلاس نبودد که ابری درخشان آوان در برگ و یشان سیاهک بود و ندای شادن رست که یشمنی عزیزم فرزندند که شایی کاملا خوشنود هستون. آیی سخنه بشکند و یه ندای اشکتن شاگردن به زمین سرا کفتش و شترستا لرزتش. عیسی به ریشانی نزدیک یاد و دست به ریشان هشت و گوشت: بستت مترست. هنگامی که آوان وتی چمان پاچش کرد، تنها عیسی را در دیستش. عیسی و آیی 3 شاگرد شکوه سرا برگشتند. آنگاه عیسی به ریشان گوشت: آی چیزی را که دیستگو به کسی ما اوشد. من پزوتی مرین و دوارک زندگه بین. بعد شایی به یدگران باشد که چه دیستگو. داستانی برگرفته ش کتاب مقدس: انجیل متی فصل 17 آیات 1 تا 9، انجیل مرقس فصل 9 آیات 2 تا 8، انجیل لوقا فصل 9 آیات 28 تا 36.